شنوندگان عزیز، اجرای برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما را هنرمندان اداره کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار هستند. در این برنامه افسانه ضمن اجرای ترانه زلف سیاه قطعاتی در مایه دشتی به سمع می‌رساند. آهنگ‌ها و اشعار از محمد علی امیر جاهد، تکنواز سنتور فرامرز پایور، تکنواز ویولون رحمت الله بدیعی، تکنواز ضرب محمد اسماعیلی، تنظیم کننده آهنگ‌ها و سرپرست ارکستر فرامرز پایور، صدا بردار رحیم بقایی.
به هر کجا روم، به هر کجا روم از نام تو نشانی مگر تو را چو دل دلبران مکانی
کنم از دل دور می شنوی ولی دری در این دل دگر فغانی بر آن سرم که به جای دگر روم کجا روم که به این ره مکش به خاطر گل مکش به خاطر گل رنج بی ثمر جاهه که چون تو خسته و بیمار باغبانی
تو